وسیله بیان ذهن سنی با نام چت جی پی تی چند پیش متنهای شبیه نوشته انسان تهیه کردهش را معرفی نمود. این رویداد سؤالی را مطرح می‌کند که آیا آدم خواهد توانست که فرق میان نوشته انسان و ذهن سنی را از هم جدا کند؟ نه، در اینجا سرچشمه وجود ندارد تا بر پایه آن گوییم که متن از فلان جا برداشته شده است. انی چچتلی مسئول بلندپایه خدمات تورنیتین است که به 140 کشور عالم کمک اکادمی می‌رساند. نرم افزار ضد نسخه برداری و یا پلاگیات تورنیتین اصلی نوشته دانشجوی را با جستجوی متن مشابه یا متن مانند در اینترنت تفتیش می‌کند. وقتی ذهن سنی متن و یا انشا می‌نویسد، سنجش آن بسیار دشوار است، اما حداقل یک شهادت نوشته ذهن سنی امکان پذیر است. ذهن سنئی در شکل خیلی عادی بیان فکر می کند. آدمان عادت دارند. همه ما این بیان عادت را داریم. ما می توانیم جهاز تشخیص کننده بسازیم و بر اساس آن معین کنیم که متن پره با لحن عادی یعنی ذهن سنئی تهیه شده است. دتکتور و یا جهاز تشخیص چت جی پی تی خدمات تورنیتین امسال در خدمت مشتریان قرار می گیرد. در همین حال چندین شرکت از جمله شرکت‌های گوگل و بایدو وسیله‌های بیان ذهن سنئی خود را معرفی کردند. هر یکی از این نمونه‌های زبانی امضا و آمار کمی فرق کننده دارد و طرز نوشتش یک نیست. برای ما تشخیص این نمونه‌ها چالش خواهد بود. ذهن سنئی اوپن آی که از اختراعکاران چت جی پی تی است، راه‌های تشخیص دقیق متن‌ها را تحقیق می‌کند. اما تا زمانی که پژوهش آنها ثمره نآورده است، ذهن سنئی پیش دستی دارد.